یک خانواده کامل عبارت از 6 نفر که واقعا من همچون یک شهروند تاجیکستان، همچون یک مسلمان واقعا نگران کرد. اونم در یک شهر بزرگ در پایتخت کشور برای نبودن برق باعث گردید که همون لیمیت برق یا اینکه نبودن برق باعث گردید که یک عضو خانواده، یعنی یک کامل خانواده از بین برود. واقعا این چیز مرا خیلی خیلی نگران کرد. من میخوام در همین موضوع صحبت کنم کمی و از رسانه‌های مجازی براتون بیارم و فکر و اندیشه‌های دیگه برادران هستن اینجا بشنویم و در همین موضوع کمک صحبت بکنیم. ببینید دوستان عزیز، چند مدت می شود واقعا از لیمیت برق ما و شما صحبت میکنیم در رسانه‌های مجازی و خیلی زیاد حرف میزنیم، برنامه میکشیم و همیشه تنقید میکنیم که برای اصلاح این باید حکومت امروزه تلاش و کوشش کند و هزارها پیشنهاد میکنیم، اما همین یک عده از طرفداران همین حکومت امروزه میان این کار میکنن که در تاجیکستان واقعا برق هست، در تاجیکستان لیمیت وجود ندارد، در تاجیکستان تمام پیشروی ها وجود دارد. و اکنون وقتی که در داخل شهر دوشنبه، ببینید ما حال از بیرون از دوشنبه صحبت نمی کنیم، در یک مناطق کوهن که مثلا در اونجا کوه هن و مثلا در اونجا برف بیشتر است و اینکه هزارها مشکلات دیگری که میتواند باعث آن گردد که یک سیل میآید مثلا سیم برق را کنار میزند و یا اینکه یک مشکل دیگری میاد که در اونجا برق موجود نیست و یا اینکه همون برق